درود دوستان عزیزم، انشالله هر کجا که هستید حال دلتون عالی باشه. بسیار خرسندم که در خدمت شما هستم در بخش اول مقدمه. شما با تهیه این پکیج به دانش مهاجرت، اصول گام به گام مهاجرت کسب پیدا میکنید. خواهش میکنم قسمت به قسمت رو با دقت یادداشت کنید، بهش فکر کنید. شما بعد از اتمام این پکیج مثل یک وکیل مهاجرت میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. این ویدیو در آفیس و آفیس ما در دل دانشگاه کشور قبرس واقع شده، داره ضبط میشه. صدای بچه ها میاد، باران میاد، اصلا یه حال و هوایی است بیرون. حتما براتون ویدیوهای دانشگاه و بیرون و فیلم برداری میشه و براتون قرار میدیم. ببینید بزرگواران، مهاجرت برای همه خوب نیست. اگر من بخوام مهاجرت کنم باید حقایق رو بدونم. باید خودم بر اساس شخصیتم، فیزیولوژیم، سایکولوژیم، یعنی بر اساس جسمانی و ذهنی و روانی تصمیم بگیرم به کجا مهاجرت کنم. من نمیتونم بی‌گدار بزنم به دل آب و هرچه باد باد. نه، مهاجرت اینطور نیست. بهتر ما دقیقاً متوجه بشیم چه محاسنی داره کشوری که میخوام بریم و چه عیب‌هایی داره. حالا با درک و فهم این که چه عیب و محاسنی داره گام برداریم. ما باید بدونیم چند نوع ویزا وجود داره. در طی این سالیان بیشترین افرادی که من بهشون خدمت کردم همیشه ناراحت بودن و می اومدن بیشتر از اینکه از من مشاوره بگیرن درد و دل بکنن، افرادی بودن که بدون علم و اطلاعات مهاجرت گام برداشتن. عزیزی سالیان سال عمرشو در کانادا و کلی هزینه در کانادا تلف کرد، گرجویت فوق لیسانس شد و نمیدونست که میتونه اسکیل ورکر هم بیاد. در ایران لیسانس یا فوق لیسانس داشته، جی پی یا معدل شرایط خوبی هم داشته و پس از اون یه عزیزی گفته خب بیا اینجا مجددا لیسانس بخون، فوق لیسانس بخون. میتونست اسکیل ورکر بره از روز اول درآمد داشته باشه. با پی آر چی هست؟ اقامت دائم کانادا رو ما میگیم پی آر. اقامت دائم کانادا آقای دکتر آیا همون پاسپورته؟ نه. آیا همون سیتیزنشیپ شهروندیه؟ نه. یعنی شما میتونید در خاک کانادا باشید ولی اون حق رأی رو ندارید. یه سری از حقوق خیلی خاص شهروندی رو ندارید. بسیار با ارزش پی آر. خیلی ها اومدن همین قبرس مثل خودم. من با علم آگاهی آمدم. من با علم آگاهی به یک کشور دیگه در گذشته رفتم. خیلی ها میان این در کشور قبرس ملک میخرن، اقامت دائم میگیرن. آیا با ارزش است؟ برای چه نکته؟ میپردازیم به 10 کشور برتر که امروز ایرانیان دارن مهاجرت میکنن. به تمام محاسن و معایب اون کشور میپردازیم. متوجه میشیم خود ترکیه چه حسنایی داره، چه عیب‌هایی داره، چه افرادی برن، چه افرادی نرن، توصیه بهشون نمیشه. چقدر هزینه داره. متوجه میشیم که چند نوع ویزا ما اصلا داریم و چه ویزایی به شرایط من میخوره. من دیدم افرادی سنینشون تقریبا کم، زیر 30 سال منظورم هست، بسیار باهوش اما فعال، هیچ وجهی ندارن. آیا راهی هست؟ بله. آیا راهی هست که بی هزینه یا کم هزینه به اتریش یا آلمان برسیم؟ بله، ویزای آسپیلدونگ. ببینید دوستان عزیزم، ویزای کوآپ کانادا، ما راه زیاد داریم اگر دانشش رو کسب کنیم.
ولی باید ببینیم که چقدر میتونیم ریسک کنیم، چقدر وجه داریم، چقدر توان تقبل سختی داریم، چقدر حقایق پشت پرده کانادا و کشورهای دور میتونیم بپذیریم. من با موضوع مال حدوداً 2 سال پیشه با یه عزیز صحبت میکردم، بهش مشاوره کانادا میدادم. گفتم شما وابستگی شدید به خانواده دارید، من کانادا رو توصیه نمی کنم. خب جوون بود، به اصرار که نه من میخوام برم کانادا، اونجا دوست دارم، کانادا خیلی خوبه. به 4 ماه نشد برگشت. ببینید دوستان، کلاً زندگی سخت است، یه واقعیت. مهاجرت به شدت سخت است. ما باید با درک و فهم گام برداریم. اگر اون عزیز نوجوان و جوان این پکیج اون موقع بود تهیه میکرد، گوش میکرد، متوجه میشد که میتونه مهاجرت کنه و مهاجرت خوبه و آیا مهاجرت نکنه به نفعشه. ما چند تا کشور شما میشناسید؟ خیلی کشور میشناسید. چند تا کشور رو به صورت تخصصی میشناسید؟ یه کانادا رو ما شنیدیم، آلمان رو شنیدیم، اتریش رو شنیدیم، سوئد رو شنیدیم، ترکیه رو شنیدیم، دبی که حالا کشور نیست، شهر امارات و تعداد اندکی هم کشور قبرس. شما تعداد خیلی زیادی. حتی قبرس رو به اصطلاح و اصطلاحش هم اصطلاح خوبی نیست، استفاده نکنید. دوستان میگم استفاده نکنید. اول ببینید این اصطلاح از کجا اومده، چه افرادی این اصطلاح رو پرورش دادن در ایران باب قبرس، میگن خر از قبرس میاره. برای اون دست از عزیزانی که مترجم چه اصطلاحی هست گفتم، استفاده نکنید، قشنگ نیست، چون این داستان فقط تو ایرانه و بگذاریم. تو قسمت 7 یا 8 که در رابطه با کشور ترکیه و قبرس صحبت میشه، تمام نکات از جمله تاریخچه و اصطلاحات، نکات مثبت و منفی پرداختیم. دوستان عزیزم، لطفاً اگر این پکیج یه عزیزی، دوستی، آشنایی شیطونی کرده بهتون داده، کلی هزینه شده و این کار قانونی و شرعی درست نیست. خواهشمندم که از راه درستش این پکیج رو تهیه کنید و بسیار 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 سپاسگزارم. یه پوینت مثبت یادم نرفته، بعد از اتمام این پکیج ما با 20 نفر از موفق ترین افرادی که مهاجرت داشتن در حوزه دانشجویی، کاری، سرمایه گذاری، ثبت شرکت، توریستی و راه‌های دیگه، جاب آفر، میتینگ داشتیم، یادم رفت، مصاحبه کردیم. سعی کردم که بچه‌ها خیلی این ویدیو آموزشی و دوستانه براتون باشه. کلی ادیت، کلی داستان نه، دوست ندارم. میخوام خلاصه و مفید و عالی و درجه 1 باشه، طوری که اگه این ویدیو رو خودم نگاه کردم کیف کنم، یا اگر ویدیو آموزشی دیگری بود مثل این ویدیو کیف کنم. پس متوجه شدیم ما با 20 نفر هم مسابقه کردیم و همچنین عزیزان این ویدیو زمانی که آپدیت میاد برای شمایی که این ویدیو قانونی تهیه کردید هم قابل دسترسه. یعنی این پکیج به صورت اتوماتیک آپدیت براش میاد و تا آخر برای شما قابل دسترس هست. مجدداً سپاسگزارم و امیدوارم که خیلی عالی، خیلی زیبا فکر کنید در تمام عرصه‌های زندگیتون و روز به روز موفق و پیروزمندتر بشید. تا قسمت بعد، خداحافظ.